مراحل دریافت جواز تخریب و نوسازی به صورت تک مرحله‌ای. در اولین مرحله فرد به همراه مدارک مالک و ملک و تسویه عوارض شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و تشکیل پرونده می‌دهند. سپس ملک توسط مأمورین دفاتر خدمات بازدید می‌گردد و ابعاد ملک، عرض گذرها، بناهای موجود و موقعیت‌های مجاور اندازه‌گیری می‌گردند. سپس ملک بر اساس طرح تفضیلی مورد بررسی و تطابق قرار می‌گیرد. در ادامه در مرحله بر و کف حدود اربعه عقب نشینی‌ها، ملاک تراکم، محاسبه و واحدهای تجاری موجود، تعیین و تکلیف و مورد تایید کارشناس بر و کف قرار می‌گیرند. پس از تایید مرحله بر و کف و در ادامه تایید رئیس طرح تفضیلی و کارشناس صدور پروانه، دستور نقشه آماده و از سایت تهران من قابل چاپ می باشد. در مرحله بعد سازنده می بایست اقدام به انتخاب مهندس معمار در سایت تهران من نماید. مهندس معمار منتخب پس از تهیه نقشه ها اقدام به بارگذاری نقشه ها به تفکیک طبقه و واحد در سایت تهران من می نماید که حاصل آن رسید نقشه معماری می باشد. پس از کنترل، رفع ایرادات و تایید نقشه ها توسط کارشناس نقشه در دفتر خدمات، شورای معماری تشکیل می‌گردد که در آن تمامی امتیازات زمین مثل تعداد واحدها، پارکینگ‌ها، انباری‌ها و غیره مشخص می‌گردند. به موازات این مرحله کار به فضای سبز نیز ارجاع داده می‌شود تا باغ بودن ملک و یا عدم آن و تعداد درخت‌ها و بن آنها و تعیین تکلیف درخت‌ها مشخص گردد. با تکمیل این مراحل میبایست به ترتیب تایید کارشناس صدور پروانه، رئیس صدور پروانه، رئیس طرح تفضیلی، معاون شهرسازی و شهردار منطقه اخذ گردد. این نکته را هم بدانیم که در صورتی که طبقات مسکونی 6 طبقه یا بیشتر باشد، نیاز است که بر اساس آیین‌نامه تاییدیه آتش نشانی هم در این مرحله دریافت گردد. پس از طی تمامی این مراحل، عوارض و هزینه خرید تراکم محاسبه می شود که می بایست این مبلغ در اداره درآمد شهرداری پرداخت گردد. سپس پیشنویس پروانه تهیه می شود. به موازات این مرحله می بایست تایید سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون نما هم گرفته شود. این نکته را هم باید بدانیم که اگر تعداد طبقات 5 طبقه یا بیشتر باشد، نیاز است که آزمایش خاک نیز انجام گیرد. در این مرحله نقشه‌های سازه، مکانیک و برق تهیه و در سایت نظام مهندسی بارگذاری می شود. سپس نقشه‌های 4 رشته معماری، سازه، برق و مکانیک توسط کارشناس کنترل نقشه مطابقت داده می شوند. و سازنده می بایست ناظر برق، مکانیک و سازه را انتخاب کرده و در دفاتر خدمات الکترونیک با آنها قرارداد ببندند. سپس متقاضی به همراه نقشه‌های رنگی مهر شده کمیسیون نما به ترتیب اقدام به اخذ تاییدیه‌های کارشناس کنترل نقشه، رئیس صدور پروانه، رئیس طرح تفضیلی، رئیس نظارت فنی، معاون شهرسازی و شهردار منطقه می‌نمایند. پس از طی موفقیت‌آمیز تمامی این مراحل، جواز آماده و از طریق پست از مرکز چاپ شهرداری تهران به درب منزل متقاضی ارسال می‌گردد.